بله لازماً میشه. حالا بیرون. پسرش بگیم دارم دعا برای فردای دعا. خدا من تو شکر میکنم در جان و ممنونت هستم برای امروز که حضور داری خداوندا و حضور نوازشگر توی خداوند حس میشه در جان. ممنونت هستم که همه جا و در هر ساعتی خداوند تو با ما هستی. دعا میکنم به نام عیسی مسیح برای هدایا خداوندا که ایمان دارم تو برکت میدی پدر جان. دعا میکنم که برکت تو خداوندا 100 برابر باشه در این کلیسا خداوندا و بدرخش خداوند این کلیسا در این شهر برای تو خداوند. دعا میکنم که خداوند از این کلیسا خداوند تو اشخاص جدید بیان خداوند و ایمان بیارن به خداوند. قلب‌ها رو باز کنی پدر و همچون نوری برای تو بدرخشه خداوند. این رویای منه خداوند و همینطور هست خداوند و ایمان دارم که تو این رو خداوند انجام خواهی داد. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. خدا رو شکر می‌کنیم. جلال به نام عیسی مسیح. میخوام آماده بشیم برای بدن و خون مسیح. اما قبل از اون امروز موعظه رو خیلی کوتاه رو همین موضوع میخوام بگم چون بسیار مهمه. خیلی همونطوری گفتم ما میدونیم که خدا ما رو دوست داره ولی خیلی وقتا حقیقت رو پشت صحنه چه اتفاقی میفته نمیدونیم. یا مثلا برای مثال بگم خیلی ها وقتی کلیسا میان فقط چشمشون به کشیشه اما نمیدونن که کشیش یکی از اون افرادیه که کار میکنه خدمت میکنه. خیلی کسای دیگه هستن که خدمتشون از کشیش سخت‌تره تو کلیسا ولی ما فقط کشیش رو میبینیم. پشت صحنه کسایی که با صدا، با ساند، با سیستم، با سرود، با گروه سرود، موزیک، یعنی باور کنید که خیلی بیشتر از کلیسا، خیلی بیشتر از یک کشیشه. حتی خدا رو شکر برای کسایی که میدونن. ولی کلام خدا رو وقتی ما بخونیم، وقتی صحبت از محبت میکنیم خیلی بیشتر از یه محبته. خیلی عمیقه. وقتی که میگه مسیح ما رو محبت کرد و خودش رو داد. فقط همین محبت نیست که به سادگی از کنارش بگذاریم. برای همینه اگر من و شما بدونیم که چقدر با ارزش هستیم برای پدر باور کنیم هر روز زندگی ما عوض میشه. اگه بدونیم چقدر با ارزش هستیم چقدر وقت به هم کمک میکنیم چقدر به فکر هم خواهیم بود. دیگه نمیگم این this is my life, this is my business, this is نه نمیگم به کسی ربطی نداره این زندگی شخصی من هر جور دلم میخوام. وقت میگم ما وقت برای مهمه اون کسی که در ایستاده و نمیشناسنش. غریبه ها مهم میشن انسان ها مهم میشن چون برای خدا مهمیم. خدا خیلی برای ما ارزش قائله. چرا؟ میخوام داستان بگم شاید شنیده باشید ولی برای اینکه بتونم روشن بکنم اینه که چقدر با ارزش هستیم این داستان رو تکرار میکنم. توی یکی از دهات‌های روستاهای اطراف یه شهری خانواده‌های روستایی زندگی میکردن. خانواده‌هایی که فارم داشتن، مزرعه داشتن و در معمولا روستاها و مزرعه‌ها همیشه اینطوری درست میشد که در کنار یک رودخانه بود. هر جا رودخانه‌ای بود معمولا روستاها به وجود میومد به خاطر آب چون اونجا آب بود و افرادی که توی اون روستا زندگی میکردن همه همدیگر رو میشناختن. معمولا توی روستاها کارهای دستی زیاد هست. بیشتر همه معاملات به قول معروف کسی تخم مرغ میده شیر میگیره کسی نمیدونم شیر میده نمیدونم ماست میگیره. هر کسی معاملات درونی روستا اینطوری هست بوده و در گذشته بیشتر البته حالا خیلی پیشرفت کرده و معمولا روستایی ها وقتی میومدن از
دهات به شهر می اومدن یک سری چیزهایی که داشتن از خودشون، حالا یا ماست یا کره یا تخم مرغ، با خودشون می بردن شهر می فروختن و چیزهای دیگه‌ای که نیاز داشتن می خریدن می اومدن توی روستا. و یکی که این خانواده‌هایی که تو روستا زندگی می‌کردن یک پسر داشت و این پسر خیلی تو کار دستی خیلی خوب بود، چون پدرش هم توی منزلشون کارهای نجاری رو انجام میداد. و این پسر اون عشقی یک قایق خیلی کوچولو، فرض کن مثلا به اندازه اینقدر قایق دستی میسازه، با یک مهارتی، با یک عشق این قایق رو چند روز طول میکشه تا این قایق ساخته بشه. و بعد به پدرش و همسایه‌هاشون میگه بیاید من این قایق رو ساختم، میخوام بذارم رو آب و طهارش کنیم. و همه رو دعوت میکنه لب رودخونه که این قایق رو نگاه کنن ببینن چطوری هست. وقتی این قایق رو میذارن که نگاهش بکنن همینطور آب بوده رو آب باید میسته، خیلی خوب یوهو فشار آبی قایق رو میبره، قایق میره، هر کاری میکنه نمیتونن قایق پیدا کنه، رفت، قایق رفت. و این پسر بسیار بسیار دل شکسته شد. چقدر زحمت کشید که این قایق رو ساخت، چقدر زحمت کشید که با یک عشق، با دستاش، با احساسش این قایق رو درست کرد و دعوت کرد همه رو که ببینید. اما اون قایق رفت. پدرش و همسایه‌ها بگن اشکال نداره یکی دیگه میسازید، حالا میگه شاید بتونم 10 تا دیگه بسازم، ولی اون فرق میکرد، اون یک احساس دیگه داشتم بهش بدن. چند وقت میگذره، چند ماهی میگذره، خلاصه پسر همینطوری تو من یک قایق بود و بالاخره بعضی وقتا یادش، بعضی وقتا یادش نبود. یه روز پدرش که میره شهر برای وارد بکنن، یکی از این دکان‌هایی که چیزای دست دوم میفروشه، اینجا میگن پانشا، سمسارهای خودمون، رد میشدن از اون در رد معمول برای معاملات خیلی خوب بود. پسر پشت ویترین نگاه میکنه، قایقش اونجاست، قایقی که من ساختم رو نگاه میکنه. پدرش اصلا میگه پدر قایق اینجاست، این قایق ماله، همین نیست اصلا یک قایق وجه یک شغل میگیره که قایق رو پیدا کردن. پدر میگه خیلی خوب، اون داخل میبینیم چه اینجا میان داخل میگن که این قایق میگه مال پسر منه. پسر میگه مال من ساختم با یک شغلی. دکاندار میگه که اوکی، اما اینو من خریدم، اینو میگه من آخه خودم ساختم. پسر زیاد بچه براش مهم نبود، دیگه درستی که حالا بعد بالاخره فرق نمیکنه دیگه، الان توی مغازه است. دکاندار میگه من اینو میفروشم، والا چه تو ساخته باشی چه نساخته باشی، اگه میخوای این قایق رو باید بخری و قیمت بالایی هم میگه، چون میبینی اینا خیلی طالبش هم هستن. اون موقع نمیتونن بخرن. پسر یه مقدار پول داشته، میده برای پیشکش، میگه باشه تو من برمیگردم دوباره میخرم. و بعد از مدتی پولاشو جمع میکنه، کمی هم قرض میگیره از پدر مادرش و میاد اون قایق رو میخره. و بعد میشینه لب رودخونه، اون قایق رو میذاره جلوش، با اون قایق صحبت میکنه. میگه قایق میدونی تو چقدر برای من عزیز هستی؟ یک بار من تو رو با یک عشق ساختم، با یک احساس بنا کردم، تو رو تمام قطعات تو در کنار هم گذاشتم و تو از دست من رفتی و من دوباره تو رو رها نکردم و برای تو قیمت کذافی پرداخت کردم که تو رو داشته باشم، چون تو رو دوست دارم. و این من یاد پدر آسمانی میندازه. یک بار ما رو با چه عشقی وقتی در پیدایش میخونیم، باب 1 و 2 با چه عشقی ما رو میسازه. از خاک ما رو میسرشته، سرش ما رو از خاک ما رو درست کرد، در ما دمید با چه عشقی. شما میدونید که کسایی که به خصوص پزشکی خوندن یا اطلاع دارن چه سیستمی ما داریم تو بدن، چقدر عجیب هستیم. رگ بدن ما چقدر بلنده، چقدر درازه، چقدر رگ داریم، یعنی واقعا بدن انسان خب یک اینطوری به دنیا نیامد، به وجود نیامد. گفتنش راحته،
اما پدر آسمانی با یک عشقی ما رو ساخت، اما ما از دستش رفتیم. ما از دست پدر رفتیم با موج خواهش‌های نفسانی، با موج نیازها، با موج وسوسه ها از دست پدر رفتیم، اما پدر ما را رها نکرد و با خون فرزندش ما را دوباره خرید. عزیزان، قیمت کذابی برای ما پرداخت کرد. من و شما خیلی خیلی مهم هستیم. باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. من کاری ندارم که چقدر آیه از حفظی یا چقدر الهیات میدونی، ولی اینو میخوام بدونی که برای پدر آسمانی خیلی مهم هستی و همسایه تو هم خیلی مهمه. هم خودت رو دوست داشته باش و همسایت رو به مثل خودت دوست داشته باش. ولی اگر نمیتونی، شاید هنوز با تمام دل، با تمام جان و با تمام روحت و تمام عقلت هنوز شاید خدا رو دوست نداری، فکر میکنی دوست داری. چون اگر با تمام دل و وجود و جانت خدا رو دوست داشته باشی، مطمئن باش میتونی همسایه خود رو هم دوست داشته باشی. شاید هنوز چیزایی تو قلبمون هست که تسلیم پدر نکردیم. ما مال پدریم، ما فرزند اون هستیم، ما خیلی لیاقت داریم ارزش خودمون بدونیم، خودمون ارزون نفروشیم، به یک کاسه آش نفروش خودتون، به یک وقت، به یک صدا، به یک مدت کوتاه، به یک ماشین خوب، به یک خونه، به یک نمیدونم، به یک شغل، به یک درس، به یک لحظه خوشی نفروش خودتون. قیمت من و شما خیلی بیشتر از این هاست. آیا حاضریم برای هم ارزش قائل بشیم؟ ما قیمتی هستیم، ما قیمتی هستیم. و عیسی مسیح در یوحنا باب 6 آیه 48 تا 56 میخوام براتون بخونم، خوب توجه کن. دنبال چی هستی؟ دنبال نام؟ دنبال روزی؟ دنبال خوشی و سلامتی؟ مسیح میگه من نام حیات هستم. نیاکان شما در بیابان مرا را خوردن ولی مردن، اما من درباره نانی صحبت میکنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمیمیرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم میباشد که آن را به خاطر حیات جهانیان میدهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و میگفتند چگونه این شخص میتواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید و در خودتان حیات ندارید، هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است و هر که جسم مرا میخورد و خون مرا بیاشامد در من ساکن است و من در او. آمین. و وقتی برمیگردیم به عهد عتیق نگاه میکنیم به پیدایش، خداوند در جاهای مختلف برای ما توضیح میده، به خصوص در لاویان هم همینطور. در لاویان باب 17 آیه 11 میگه جان هر موجود زنده‌ای در خون اوست و من آن را به شما داده‌ام برای کفاره گناهان خود در قربانگاه بریزید تا گناهان شما پاک گردد. خونی که در آن حیات است گناهان را پاک می‌کند. نمیدونم شنیدید تا حالا میگن گوشت حلال بخورید؟ میرن مغازه‌ای که گوشت حلال هست بخورن. چرا؟ چون میگن به طریقه درست ذبح میشه و تمام خون اون از بدن بیرون میاد و خونی در اون نمیمونه. وقتی شما غذا رو میخورید دیگه خون نداره، چون اگر بمونه خون حرام خوردنه. چرا؟ چون در خون زندگی میگن هست.
جان انسان توی خونشه. ما از 3 چیز انسان ساخته شده. یکی از دیگه شباهت‌هایی که ما داریم مثل تثلیث هستیم، چون تثلیث پدر، پسر، روح القدس، انسان هم از جان، جسم و روح از 3 قسمته. جان، جسم و روح. یکی از شباهت‌های ما شبیه خدا و جان ما همون خون هستش و عیسی مسیح خونش رو داد، جانش رو داد برای من و شما. آیا حاضر هستی قیمتی رو که برات پرداخته شده قبول بکنی؟ میخوام برای 1 دقیقه 2 دقیقه دعا بکنی تو دلت. آماده بکن خودت رو برای بدن و خون مسیح. من هم میخوام خودم آماده کنم. یاد همه خودمون رو آماده کنیم. یک بار دیگه تسلیم بشیم. هللویا، 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 احساسم، جانم و روحم رو به حضور تو میارم. پدر آسمانی که چشم رو باز باشید، این دهانم خدا جان که سخنان من گویای شخصیتم و قلبم هسته پدر لمس کن یک بار دیگه با مسیح تازه تا فقط خدا با کلام تو، معرفت تو از اون بیرون بیاد. منو غنی کن از کلامت پدر، از محبتت پدر. میدونم دارم این عزیزان با ما میشنوی، رو شکر میکنم از اینکه تو خسته نمیشی که هر چند بار در طول روز به حضور تو بیای با تو صحبت کنی، بلکه خوشحال میشی حتی اگر با پول بار سنگینه، با قلبی پر از آه و درد و ناله، با قلبی پر از کینه یا قلبی شکسته، خالی، پوچ، توهین، نمیدونم هر روی که به حضور تو بیای امروز خداوند تو میخوای به طور مخصوص ما رو پر کنی از روح خود خداوند. شکر میکنم. پس مثل تو خداوند در این شربت هایی که اینجا هست، این لیوانهایی که پر از شربته، بابای سنبال کرد، بابای لیوانهایی از خون تو هست مسیح جان بریز و همینطور بدن تو، بدنی که باعث حیات ما میشه نصف کن پدر. وقتی میخوری و میپوشی سلامتی تو در ما خداوند همچون خون در بدنمون جاری بشه. شکر میکنیم بهمون قوت بده تا نه فقط زنده باشی بلکه زندگی کنی، با هدایت تو زندگی کنی. اعتراف میکنی گناهکار هستی، مهم به اعتراف میکنی که ضعیف هستی، به قوت تو نیاز داری در روابط روزمره تا غلبه بکنی در احساس، در افکار، در خشم،
هر کسی که احساس میکنه خداوند اونو بخشیده آماده هستیم، چون آماده میدونیم برای یک خدمتی تازه، یک لمسی تازه. اینجور که دعا کردیم، دعا الکی نمیخواد باشه، واقعا میخوایم از این در که بیرون میریم این احساس رو داشته باشیم در وجودمون. کلام خدا حقیقته، پس میتونید بیایید از نان که به عنوان بدن مسیح و این شربت که به عنوان خون مسیح هست بگیرید، ببرید، بشینید، با هم میخوریم و با هم می‌نوشیم. که میاد از وسط لطفاً بیاید، از این طرف برید که جلوی دوربین نباشید. ممنون میشم. بله، هر کی احساس میکنه آماده هست بیاد، از این ور بگیرید، از اون ور برید. بدن مسیح
عیسی مسیح میخوریم به یاد اینکه مسیح بدنش رو داد تا ما همیشه زنده بمونیم. بدنش رو داد برای بدنهای ضعیف ما تا قوت بگیریم. بدنش رو داد برای بدنهای زخم ما تا شفا پیدا کنیم. پس در نام مسیح بدن رو میخوریم. هاللویا. و مسیح همینطور خونش رو روی صلیب ریخت تا با قیمت خونش زندگی های ما را بخره. زندگی مرده ما رو، زندگی هایی که کوتاه بود با خونش خرید تا زندگی جاودانه بشه، تا گناه های ما شسته بشه، تا زیر عدالت قرار نگیریم بلکه زیر فیض او قرار بگیریم. خودش رو قربانی کرد، اینقدر ما رو محبت کرد که خون خودش رو داد. پس می نوشیم تا در دوباره زنده باشیم، قوی باشیم در نام عیسی مسیح. آمین. هاللویا. شعری هست که بعد از سیاوش میخواست بخونه، اونو من میخونم همزمان که دارید میزنید. میگه نور با صداها، نور با صدها بشارت، با امید پرده هیکل درید، سوی دلها بردمید. نور آمد تا بتابد بر بشر، تا بشوید قلب انسان از شرر. نور با دل گفتگو آغاز کرد، نور در انسان دمید. موقع گفتار دل را باز کرد، جان و دل با خداوند محمد دوست شد. تن به روح مهربانی دوست شد. قطره‌ای از خون نور چون چکید از پیکر ماه مسیح، دفتر تاریکی و سقف گناهان بسته شد. شر و شیطان ناامید و خسته شد. نور آمد ظلم آدم دور شد. جشن هستی پرشراب و شور شد. امر پیروزی، نجات، شادی و شور و نشاط، رشد در بار حیات بر تمام قوم‌ها دستور شد. نور با صدها بشارت، با امید پرده هیکل درید، سوی دلها بردمید. چه رسید؟ خدا را شکر در این روز که بعد از پتروس. هاللویا.
که از اینکه بخوایم دعای ربانی رو بخونیم میخوام اعلانات هم بگم تا نرفتیم بعد دعای ربانی میخونیم. اگه دیگه میخواید بازم بزنید ما خوشحال میشیم. من فقط اعلانات رو بگم که دیگه اعلانات نریم. هفته دیگه احتمالاً ساعت‌ها عوض میشه به خاطر زمان وقت روز که هست، فصلی که هستیم، فصلی که ساعت‌ها رو عوض میکنن، ولی برنامه ما ساعت عوض میشه ولی طبق ساعتی که میشه باز 12:45 دقیقه هست خواهیم بود. و یادتون باشه ما برنامه بشارتی داریم توی کوکوتلم برای عید نوروز. چهارشنبه سوری هست که روز سه‌شنبه قبل از عید میفته و ما میخوایم سه کار بشارتی بکنیم. مثلا کتاب داریم، CD داریم، میخوایم پخش کنیم. تو خود کوکوتلم جشن هستش، توی خیابون پاینتوری هست. پس لطفاً اگر کسی دوست داره شرکت بکنه توی این رفاقت بشارتی تماس بگیره. میخوایم برای کلیسا، برای برنامه‌ای که داریم میخوایم قول معروف کار خدمتی انجام بدیم. البته برای عید نوروز هنوز داوطلبی من پیدا نشده که بخواد بیاد اینجا. میخوایم تو اونجا اگه کسی باشه سفره بچینیم که عید نوروز سفره تفصیل داشته باشیم توی اون فایرساید روم که از انسان خارجی ها که اینجا میان میرن آشنا بشن با این مسئله. البته هر سال با برنامه ما رو میدونن، بعضی سالها سفره میذاریم بعضی سالها نه، ولی خب معمولا اگه کسی داوطلب بشه این کارو بکنه خوشحال میشه، چون من خودم فرصت این کارو ندارم. ولی اگه کسی بخواد بذاره دوست داره که این کارو بکنید پس با من صحبت بکنید، چیزهاش هم مهیا میکنیم. اگر که مشکل مالی باشه مسئله نیست، کلیسا دوست داره که کسی این کارو بکنه و خارج رو میده که بتونیم سفره هفسین داشته باشیم همونجور که درخت کریسمس مثلا میذاریم. ولی غیر از اون خواهیم آماده بشیم این کتابا رو پخش بکنیم تا بتونیم برای رستاخیز که ماه آپریل هست برای عید قیام می‌خوایم یه جشن بزرگ دعوت بگیریم از همه تو روزنامه که بیان و اینجا برنامه خاصی رو داشته باشیم برای کاری که خداوند روی صلیب برای ما انجام داد. خیلی دوست دارم که بتونیم درامه‌ای تئاتری داشته باشیم خیلی کوتاه، چند تا خدا رو شکر برای بچه‌ای که سرود میخونن و میذارن. می‌خوام حالت کنسرت باشه ولی یک برنامه متنوع با روح خداوند داشته باشیم. پس اگر چیزی نظری، فکری، پیشنهادی داری بیا صحبت کن، بذار که این کار انجام بدیم. خوشحال میشم باشه با شما. برای گروه پرستش معمولا اگه کسی باز داریم اعلام می‌کنیم کسی دوست داره تو سرود بخونه، گروه سرود بخونه یا خدمت بکنه برای ساوند سیستم، هر چیزی که احساس می‌کنی. ما جمعه بعد از ظهرها اینجا برنامه داریم، تشریف بیارید و بذارید که با هم باشیم. معمولا ساعت‌هامون به فلکسیبل یا 5 یا 6 یا 7 بستگی داره به موقعیت کاری و بچه‌ها که تنظیم می‌کنن، ولی تماس بگیرید دوست دارید بیاد شرکت بکنید. روزهای دوشنبه کلاس ESL هست، یه معلم داریم که درس میده و ساعت 5 تا 6 و بعد 6 تا 7 کلام خدا هست، با هم مطالعه میکنیم و 7 تا 8 هم دعا میکنیم. معمولا دیگه تا 8 دیگه سعی میکنیم تمام بکنیم. رفاقت روحانی داریم، فلکسیبل هستیم، دوست داریم که انعطاف پذیری باشه ولی هدف از کلام صحبت میکنیم، سوال جواب هست باشیم. در این حال ما توی اینترنت هم روی وبسایتمون شما میتونید با تماشا بکنید. هر 5 شنبه با ساعت به وقت ونکوور ساعت 11 ظهر کلاس‌های تعلیمی الفا هست که داریم تعلیم میدیم. میتونید بیاید شرکت بکنید، حتی اگه منزل هستید عزیزانی که دارن گوش میکنن میتونن بگن جاهای مختلف. شما وقتی بیاید روی فیسبوک یا روی وبسایت کلیک بکنید همون موقع میتونید لوگین بشید بیاد داخل و تعلیم‌های ما رو به صورت زنده ببینید. ولی بعدش روی یوتیوب میاد. پس روزهای پنجشنبه هم کلاس‌هایی هستش که اونلاین به صورت اینترنتیه، میتونید شرکت بکنید. خدا برکتتون بده. اگه چیز دیگه جا مونده به من بگید. اکرم جان؟ نه فقط روز یک شنبه آخر شب یادشون نره ساعت‌ها رو عوض. ساعت‌ها بله هفته دیگه گفتم. احتمالاً روز شنبه آخر شب. خدا رو شکر کنیم. خدا برکتتون بده. میتونیم هم بلند شیم برای دعای ربانی. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را روز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را به آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. بالا حفاظت پدر آسمانی
محبت عیسی مسیح و رفاقت روح القدس با همه شما باشه از حالا تا ابدالآباد. آمین. بریم پایین، پاتلاک داریم، با هم غذا میخوریم. اگر هم غذا نیاوردید نگران نباش.